تو این ویدیو ماشاءالله تا دلتون بخواد پیام بزنید. تو خودت هم پیام بزنی برو. سلام بچه‌ها، من علیم و امیرم که طبق معمول همیشگی پشت دوربینه. دوباره چطور اینجاست با یه ویدیو جذاب واسه شمایی که عزیزای دل منین. از اونجایی که من و امیر آقا رد سنی داره آقا. اونم نگی بهتره. از اونجایی که من و امیر عضلات سرینیمون می جنبه همش خوبه؟ خوب آقا امیر؟ نشیمنگاه. از اونجایی که من و امیر نشیمنگاهمون می جنبه همش، یعنی آروم و قرار نداره، به قول ما شمالی موس موس میکنه. پیام بازرگانه. امروز اومدیم یکم خطرناک باشیم. چقدر خطرناک باشیم؟ خیلی خطرناک. در حقیقت امروز میخوایم با آتیش بازی کنیم. یعنی با آتیش بازی کنیم، یعنی آتیش رو زیاد کنیم. آقا آتیش. من 100 دفعه به تو نگفتم حفظ کن. این مرور اوکی برو یه بار دیگه برو. امروز میخوایم ببینیم با چه ماده‌ای میتونیم خفن‌ترین و بلندترین آتیش رو درست کنیم. ما واسه این کار 3 تا ماده در نظر داریم. همونو بس. از کجا میفهمی 400؟ وزنش دیگه. تجربه. هم چیز آبه. هم چگالی آب. برده بریم بچه‌ها منتظرن. بریم آقا بالاخره پیدا کردیم نفت پیدا کردن چقدر سخت شده. خب معرفی میکنم. مایه اول نفت از ناکجا آباد. مایه دوم الکل از سوپرمارکت، البته الکل صنعتی یا خوراکی طبی نه. مایه سوم و مخوفترین مایه بنزین از باک ماشین. خب ما اینجا تو 3 اندازه مختلف میخوایم هر مایه رو تست کنیم. اندازه کوچیک که تقریبا 100 سی سی توش میریزیم. پاکت اول تقریبا 100 سی سی. پاکت دوم تقریبا 250 سی سی میخوایم توش بریزیم. پاکت سوم و قول مرحله آخر پاکت بزرگه، تقریبا فکر کنم 2 لیتر هم توش جاشه، ولی ما میخوایم 500 سی سی توش بریزیم. خب ما 3 تا دسته‌بندی کردیم، 100 سی سی، 250 سی سی و 500 سی سی. میریم با 100 سی سی رو شروع کنیم. 100 سی سی رو میریم اول تست کنیم. اول 100 سی سی نفت رو میندازیم. آقا امیر آماده ای؟ بله. یه ذره نرسید به آتیش. فقط سر این ویدیوات ما رو خراب می‌کنه. الکل نشون بده به بچه‌ها. خیلی کیوت شده. برو علی. برم بالا؟ نه بنداز. این دیگه هر جوش بندازم آتیش میگیره. تو بنداز. آماده 3 2 مرسی. بچه‌ها می‌بینید که الکل داره اونور در تنهایی غم خود میسوزد. نفت الان رنگ یکه ولی خب رنگ یک هنوز وارد بازی نشده. مثلا من خودم فن الکلم، یعنی الکل صنعتی که میندازیم تو آتیش. بنداز علی. بنزین واقعا خطرناک. بچه‌ها نظرتون چیه؟ نظری نداریم. هر کدوم قوی تر بود باش امیر آتیش میدیم. چرا؟ هر کی موافق لایک بذاره. چرا چیکار کرده؟ نمیدونم. همین که کار خاصی نمی‌کنی خودش یه کاره. یو علی. بله. این از الکل ترسناک‌تر بود دقیقاً. نفت توی صدا، ولی خب نفت نه نامردی نکنیم، تقصیر منم بود. نفت رو افتاد بقیه افتاد. الان دقیقاً تو این سه تا کدوم تقصیر تو نبود؟ همه رو انداختی بغل. رو 250 سی سی جبران میکنه. خب تا اینجا که با کمک من نفت اول بود، ولی خب این دفعه دیگه بنزین حرف اوله. 250 سی سی. اوه. حس آزادی بهت میده، میدونی؟ توی اون روح شیطان که واسه شیطانی بودن هم خیلی نازی. بچه‌ها برای امیر گوش ندین، توجهتون اینجا باشه. الکل مایه مورد علاقه آقا امیر. بچه‌ها الکل خیلی آبی میشه. یادتون باشه الکل اگه آبی سوخت یعنی الکل صنعتی، یعنی سبز نسوخته. برو بعدی الجا. بنزین عشق من عشق. من واقعا از این میترسم.
یه ذره یه آره. بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، بار سوم نمیتونی بجستی. ملخک میره. بابا منم اوه میدونید اینجا مسابقه خیلی جالب بوده به نظر خودم. 100 سی سی و نفت برد، 250 سی سی و بنزین برد. الکل هم که امیدوارم یه خودی نشون بده در 500 سی سی. نفت همون 100 سی سیش از 500 سی سیش بیشتر آتیش داد، نمیدونم چرا. شاید توش آب بود. البته اگه تو 500 سی سی آب باشه تو 100 سی سیش هم آب دیگه. الکل امیدوارم یه خودی نشون بده در خیلی بی خاصیت بود الکل. نه دست نزن بچه ها ببینید پشت دوربین نیست. تو بذار رشته تو عوض کن. برو عقب. بله گفتم الکل میخواد یه خودی نشون بده. بعد بگین گرونیه. نیم لیتر آب میشه 3000 تومان، نیم لیتر بنزین میشه 750 تک تومان. بنداز. میترسم. ترس چی بود اون شعاری که میگفتی؟ اگه نترسی شاید ببری، ولی اگه بترسی 100% میبازی. ببینید کافی فقط بهش یه ذره دنده بدیم. نگاه کن یه تنه جنگل رو روشن کرد. اونجا رو نگاه کن، من یه مورچه دارم میبینم که داره رد میشه. میبینی؟ روشن شد، کل جنگل روشن شد. الان چرا جلوی مایی بیایم بر گوشات داره میدرخشه. تو رقابت 100 سی سیمون نفت برد. چرا؟ چون من میخواستم بالاخره بزرگتر احترامشو نگه داریم، یه خودی نشون بده حداقل. ولی تو 250 سی سی و 500 سی سی بنزین حرف اولو میزنه و الکل هم که خیلی کیوته، به درد همون سر سفرهاتون میخوره. بنزین فقط واسه تو ماشیناتون خوبه و آتیش زدن آقا امیر، چون خیلی خطرناکه. جنگل اگه میخواین چیزی آتیش بدین همون نفت به نظرم اوکی میتونه باشه. خیلی دوستتون دارم، انرژی مثبتتون به ما میرسه. قربون تک تکتون برم بابت کامنت های زیباتون. یا علی.